گم چه روزای سختی رفت و سخت‌تر اومد، پدر وقتی رفت غم از در اومد. به اندازه خار نبود اون جایی که یاسمون، درد مرگ پدر نبود مرد بی پدر بود. درد و رنج و من به سبک رپ ترجمه‌اش کنم و درس و مشق من نوشتن است از تو از خودت. تو پس بذار که رپ کنم از عمق درد مردمم. سیاوازی بست شعار مردمی، تو زغال دیدی من منقل شو. زنده باد حاشیه تو مغزش چیاس یارو، آدم حساب کار دستش میاد، کار درستو میکنی میگن قصدش ریاض، کاری هم نکنی میگن قلبش سیاه. شروع ما پایان خیلیا، این خیلی تلخ واسه خیلیا. شروع ما پایان خیلیا. ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن، حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلم شدن. زمین مثل لباسای تو تمیز نیست، بالاخره مجبوری خاکی بشی، یا بمون یا برو. هیپ هاپ را نمیده، خودت موندی ولی پات داره میره. اینم سال کارو بینم کلید، اینا میخوام بگم این زیر زمین اینم کلید. میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش، بهتره که این کلید بمونه دست صابش. دیوام انفجار مینام هیچ کس ناخدای بینام. آقلم شدن اینا تو وان هموم خونشون ناخدا بودن، دم در آوردن واسه ما ناغلا شدن. بحث فرهنگیه، سیاسیش نکن یه یاسم زیادیه. کاراکتر اصلی اول تا آخر داستانت منم، کارات شنیده شدن تنها دلیل باستابت منم. تو هیچی نداری بگی سوژه کاغذ آچارت منم، تو مهره نیستی اگه باشی بازم آچارت منم. نره ببینه عاشق یاسو تحریششه، منو نقد نکن از خودت تو مایه بذارین، 100 تومنی پاره های لای هزاری.